روز شما بخیر بینندگان ارجمند. این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است و آن را همکاران ما در تاجیکستان و پراگ آماده کردند. امروز دوشنبه 28 ایول است. حالا با موضوعهای نشر شناس شوید. وزارت معارف گفت تفتیش نشان داد که زمان مرگ فاجعه بار کودک 2 ساله در یک کودکستان دوشنبه این مؤسسه غیر قانونی فعالیت داشته است. ایوزادنامه‌اش در اول سال به آخر رسیده است. اینا غیر قانونی فعالیت کردگان. تحقیر مهاجران به ویژه مهاجران تاجیک و سفربری آنها به جنگ اوکراین را بس کنید. اتحاد اروپا به حمایت از حقوق مهاجران در روسیه صدا بلند کرد. $800 برای 1 متر مربع. ساکنان دوشنبه میگویند اکثر مردم کشور امکان مالی خریدن خانه‌های نو را ندارند. همیشه گرفته. خیلی نمیدونم مهاجرت برای کار کنی اگر چند سال بعد بیاید ممکن نکنه. 2 ماه بعد یک فاجعه در کودکستان شهر دوشنبه تحقیق پرونده انجام یافته به دادگاه فرستاده شده است. در این باره مقامات وزارت معارف تاجیکستان امروز در نشست خبری نقشوی به روزنامه‌نگاران اطلاع دادند. در حادثه مهمه یک کودک 2 ساله بعد آویزان شدن به پنجره کت خوابش جان داده است. مقامات برای روی دادن این حادثه چندین نفر مسئول را گمانبر اعلام کردند. جزئیات پرونده پرسر و صدا در گزارش همکاران ملیشیر ظریفی و شهلا عبدالله. تحقیق پرونده مربی کودکستان در دوشنبه که بعد مرگ یک طفل بازداشت شده بود به انجام رسیده است. نمایندگان وزارت معارف و علمی تاجیکستان 28 ایول ضمن نشست خبری گفتند پرونده به دادگاه ناحیه سینا فرستاده شده است و تاکید نمودند که کودکستان به اجازتنامه رسمی فعالیت کرده است. از روی معلوماتی که ما داریم اجازتنامه‌اش در اول سال به آخر رسیده است. اینا غیر قانونی فعالیت کردگان. اینا باید شعبه معارف ناحیه‌ای که در آنجا وابسته است ناحیه سینا باید نظارت میکرد که برای چین فعالیت کرده است. در حال حاضر از روی معلوماتی که ما داریم فعالیت ندارد. آن کمبودی داشتن باید کمبودیشون برطرف کرده شود. از نو برای اجازتنامه‌ای پیشنهاد می‌کنند. روز 19 می در کودکستان سوال و جواب شهر دوشنبه سودایسی 2 ساله به هلاکت رسید. نواری جان کندن این کودک به پنجره رخت خواب آویزان شده بود. واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. در پیوند به مرگ کودک مربی او را برای خنک نظری بازداشت کرده بودند. خانواده پسربچه میگویند در رابطه با مرگ فرزندشان در برابر مربی نسبت 5 نفر دیگر نیز پرونده باز شده است. آنها در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفتند که میان افرادی که نسبتشان پرونده باز شده است مدیر کودکستان و چند تن از مسئولان است که به مسئله اجازتنامه‌ای مربوطند. خانواده سودایسی 2 ساله تاکید نمودند که آنها از رفت تفتیشات شکایت ندارند و از دادگاه انتظارند که در نسبت مرگ فرزندشان حکم عادلانه صادر میکند. مقامات تفتیشاتی و دادگاهی تا حال پرونده دیگر بازداشت شده ها را شرح ندادند و تماس‌های ما نیز به نتیجه ماندند. با اطلاع رسمی در تاجیکستان 744 کودکستان فعالیت دارند و 114,000 کودک را نگاهبین می‌کنند. نگرانی‌های والدان از بی‌اعتنایی به قاعده‌های نگاهبین و شرایط کودکستان در گذشته بارها صدا داده است، ولی این باری اول است که یک طفل به هلاکت رسد. اتحاد اروپا از حکومت روسیه خواسته است حقوق مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله مهاجران تاجیک را رعایت کند. در بیانیه اتحاد اروپا که آخر هفته گذشته نشر شد، مقامات روسیه را تنقید کردند که با مهاجران کاری از آسیای مرکزی بدرفتاری میکنند و باید به این کارشان خاتمه داده شود. از همکارم طاهری سفر که این موضوع را پیگیری کرده است، قبل از برنامه اول درباره جزئیات بیانیه پرسیدم. بله خیرامان، بیانیه اتحاد اروپا در پاسخ به گزارش سالانه تاتیانا تورکان رهبر دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه نشر شده است. گزارش هم درباره کار این دفتر در تاجیکستان است که برای رشد دموکراسی، امنیت و دیگر عرصه‌ها به تاجیکستان کمک می‌کند. در بیانیه که روز 24 ایول نشر شد آمده است ما از گزارش‌ها درباره تبعیض و بدرفتاری با مهاجران کاری از آسیای مرکزی در روسیه اکثرا تاجیک تباران که تمام سال ادامه کرد نگران هستیم. روسیه باید به حقوق انسانی آنها، آزادی‌های بنیادی و کرامت انسانیشان احترام بگذارد. ما هر گونه تلاش‌های روسیه برای سوء استفاده خارجیان در جنگ تجاوزگرانه خود به ضد اوکراین را محکوم می‌کنیم. پایان اقتباس. اشاره اتحاد اروپا ظاهراً به گزارش‌های زیاد درباره لطوکوب مهاجران از آسیای مرکزی به احترامی به آنها اخراج دست جمعی مهاجران است که از سال 2024 تا کنون
در روسیه ادامه دارد. عین زمان اشاره به جلب زندانیان تاجیک و یا دیگر مهاجران ناعلاج به جنگ در اوکراین است و طور می‌دانیم تاکنون 10 نفر از شهروندان تاجیکستان به جنگ به ضد اوکراین سفربر شده و در آنجا کشته شدند. در ادامه از همکارم پرسیدم که برابر با انتقاد از روسیه آیا اتحادیه اروپا مثلا از تاجیکستان هم چیزی تقاضا کرده است؟ اتحادیه اروپا که همکاری با تاجیکستان را تا رفت زیادتر می‌کند گفته است انتظار دارد کشور عهدهای را که به سازمان امنیت و همکاری اروپا داده است اجرا می‌کند. در بیانیه همچنین از وضع حقوق انسان در تاجیکستان اظهار نگرانی شده است که به گفته حامیان حقوق سال تا سال بدتر می‌شود. اتحادیه اروپا از جمله با اشاره به احوال بدی مطبوعات مستقل در تاجیکستان گفته است ما کارسری آزادی مطبوعات و آزادی سخن را اولویت می‌شماریم. ما به مقامات تاجیکستان گوشزد می‌کنیم که تمام عهدهای داده خود به سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره آزادی سخن و آزادی مطبوعات را اجرا کند و تضمین دهد که عقیده‌های دیگر اندیشانه آزادانه بیان شوند. در تاجیکستان طور می‌دانیم در 2 سال گذشته 10 خبرنگار، بلاگر و فعالان حقوق انسان را با اتهامات گوناگون به زندان محکوم کردند. در ادامه بیانیه اتحادیه اروپا از آن قرار حکومت تاجیکستان اظهار تأسف کرده است که ماه مارس امسال اجازه نداد ناظران بین المللی به تاجیکستان بیایند و ببینند که آیا انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مطابق با معیارهای بین المللی و عادلانه و شفاف صورت میگیرد یا نه. در 10 سالهای اخیر بار اول بود که حکومت تاجیکستان از ثبت نام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا خودداری کرد و به آنها اجازه مشاهده انتخابات را نداد. وزارت امور خارجه تاجیکستان آن زمان گفته بود که به دلیل دیر مراجعت کردن ناظران خارجی آنها را ثبت نام نکردند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است ثبت نام نکردن مخالف با اصولها و تعهدات به سازمان امنیت و همکاری اروپا است، چون رای دهندگان تاجیک و نهادها را از ارزیابی بی‌طرفانه و مستقلانه جریان انتخابات پارلمانی محروم کرد. اتحادیه اروپا همچنین گفته است که در همکاری‌ها با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان همچنان به تامین ولایت قانون، حمایت از حقوق تمام طبقه‌های جامعه، تامین آزادی‌های بنیادی و مدیریت درست تاکید خواهد کرد. تشکر همکارم طاهری سفر بود با خلاصه‌های انتقادهای اتحادیه اروپا از روسیه و مشورت‌ها با تاجیکستان در رابطه با وضع مهاجران در روسیه و دیگر مسائل. برنامه را پی میگیریم. شرکت عظیم هوایی روسی ایروفلوت صبح امروز 28 ایول درباره از کار برآمدن برنامه‌های اطلاعاتی فرودگاه و بیکار کردن 10 پرواز خبر داد. مسئولیت این حادثه را گروه‌های رخنه‌گران سایلنت کرو و کیبر پارتیزان بی وای به عهده گرفتند. دادستانی کل روسیه هم تصدیق کرد که سبب حادثه از کار برآمدن سیستم اطلاعاتی ایروفلوت یک حمله رخنه‌گران بوده است. میرزا نبی خالقزاد جزئیات بیشتر دارد. دادستانی کل روسیه گفت که از روی حادثه حمله به سیستم اطلاعاتی ایروفلوت که عظیمترین شرکت هوایی این کشور دانسته می شود پرونده جنایی باز شده است. ولی دادستانی از نشر اطلاع دیگر خودداری نمود. از این پیش رخنه‌گران 2 گروه گفتند عملیات آمادگی آنها به حمله تخمینا 1 سال دوام داشت. شرکت‌های رخنه‌گران سایلنت گرو و کیبر پارتیزان ادعا کردند که توانستند به شبکه عمومی شرکت عظیمترین هوایی روسیه وارد شده به معلومات فراوان پروازهای مشتری‌ها، نظام نظارت از کار کارمندان شرکت و ثبت گفتگوهای تلفنی داخلی این مؤسسه دسترسی پیدا کنند. خود ایروفلوت هنوز این ادعاها را شرح نمی‌دهد. شرکت از مسافران درخواست نمود که در فرودگاه شرمیتوو برای بازپس گرفتن بار و بغاجشان مراجعت کنند و مسافرانی که بارشان را بازپس گرفتند برای پیشگیری از تنبشوی باید بینای فرودگاه را خالی کنند. ایروفلوت پروازها به سمت یکاترینبورگ، چلیابینسک، ستاوروپول، مینرالنی وودی، سنت پترزبورگ، اینچنین مینسک و یریوان را بیکار کرده است. تا نصف روزی ایروفلوت از بیکار شدن 49 پرواز خبر داد. ایروفلوت گروه کلانترین خدمات هوایی روسیه بوده. شرکت‌های ایروفلوت روسیه و پبیدا به آن داخل می‌شوند. کامرسانت نوشته است از سال 2024 شرکت‌های گروه ایروفلوت برای بیش از 55,000 مسافر خدمت کردند. سهمش در بازار روسیه بیش از 42% را تشکیل داده است. در تاجیکستان نظر به قیمت‌های آغاز سال جاری تا امروز نرخ منزل تا 30% افزوده است.
раҳбарони кумитаи сохтмон ва меъмории тоҷикистон ки поёни ҳафтаи гузашта бо хабарнигорон дар нишасти хабарии нақшавӣ суҳбат мекарданд, тасдиқ карданд ки дар душанбе ҳоло ҳар метри мураббаъхона ба $800 расидааст ва ин $250-300 зиёдтар назар ба нархҳои моҳи январ будааст. то рафт зиёд шудани аҳолии пойтахти тоҷикистон як сабаби асосии афзоиши нарх гуфта мешавад, вале то куҷо ин хонаҳои гарон харидор доранд? аз гузориши мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Амир Исоев мебинем. ман баъзе соҳибкоронро ман гуногор кардан нестам. ман медонам ки ҳама мехоҳад ки даромади сол бисёртар гирад, лекин як чизи дигарам инсоф ҳам дар кор. نگرانی رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان از بالا رفتن نرخ خانه در شهر دوشنبه. با گفته نظام میرزازاده نرخ یک متر مربع خانه در پایتخت تاجیکستان به $800 رسیده است که در قیاس به اول سال تا $200-250 بالاتر است. کمیته ساختمان حق دخالت به این قیمت گذاری را نداشته است. صاحبکار چیزی که طلب میکند مثلا از شرمن راضی میشد. این امروز در شهر دوشنبه نرخ خیلی بالا رفتن، درست گفتین. لیکن وقتی که دو تا سوبک خوجگیداری با هم صحبت میکنن ایناش یک نرخ میمونه و یک نرخ میمونه، یک کوادرات متر منزل دار همون شهروند راضی میشود. لیکن راضی میشود پس اون میاد عریضه مینویسن من که رئیس همین مسئله را یک بار بررسی کنید، مرا نرخ ما در قیمت کرده است، ما دا کمک کنید امیر کمی ارزون کنند. حالا که من حقوق معنوی ندارم که صاحبکار را مجبور کنم که نرخ ارزون کنم. با گفته رئیس کمیته از بس که طلبات به خانه در تاجیکستان زیاد شده است، شرکت ها بر اساس قانون بازار قیمت را میبردارند. بازار نرخ آزاد بازرگانی است. اختیاری صاحبکار بیند که طلبات به منزل بسیار است، نرخ میبردارد. با کاسته شدن قرب دلار امروز نرخ مسئله ساختمان ما تا 20% با پایان فرموده است. این هم یک برای پیشبرد کارهای ساختمانی پیشرفت جامعه ما است که ما امروز مسئله ساختمانی استفاده می‌کنیم. صاحبکارانی که در این بخش کار میکنند نمیخواهند در نزد دوربین صحبت کنند. آنها در گذشته بالاروی قرب $، نرخ مسئله ساختمانی و زیاد شدن معاش را از سببهای افزایش نرخ خانه گفته بودند. سوالی که ناروشن است این میباشد که خرج ساختمان یک متر مربع خانه در دوشنبه چقدر است. رئیس کمیته ساختمان این آمار را نگفت و تنها اشاره کرد که صاحبکاران باید فایده گیرند وگرنه بنا نمیسازند. ساکنان میگویند که صاحب منزل شدن در پایتخت هرچی بیشتر مشکل می شود. $800 باشه یک جو میتونی گیرد. من کلاسه همیشه گرفته. خیلی نمیدونم اگه مهاجرت برای کار کنی اگر چند سال بعد بیاید ممکن نکنه. نرخ نرماله براتان. خیلی که شهر پایتخت تاجیکستان هم کدام وضعش دارد بگیره نداره یا داموران اون قدر آدم هر سال هر ماه کوارتیر پولی میتونه که سوما زمین نمیگیرن کنه. نرخ خانه هم همچنین بسیار گران است. برای مردم عادی دسترس نیستیم. شخصانی که امکان دارند شاید میخرند. یک خانگی، دو خانگی، سه خانگی. کسی که امکان ندارد دشوار است. سالهای اخیر ساختمان بناها در دوشنبه یک بار زیاد شد ولی نرخ‌ها هم بالا رفتند. بانک‌ها برای گرفتن خانه به مردم قرض دراز مدت یا هیپوتک پیشنهاد می‌کنند ولی فایز آن بلند است. افزایش باسارت اهالی در تاجیکستان و رو به شهر آوردن مردم ناحیه‌های اطراف و روستاها را از عامل‌های دیگری بالا رفتن قیمت خانه‌ها می‌دانند. مولو رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه. و برنامه امروزه در همینجا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم میتوانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهمگذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمی بودید میتوانید دربارش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر به ما معلومات بدهید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه azadi.org و همه صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما.